اصلا نمیدونیم باید چیکار کنیم. یعنی وارد یه مغازه که میشی، مثلا طرف پیرمرده و واقعا دلت میسوزه، وارد مغازه که میشه دنبال یه دونه ماست، اول قیمتش رو میپرسه و 90% مواقع من خودم به چشم میبینم که طرف میاد داخل مغازه و نداره، پشیمون میشه وقتی صدای قیمتش رو میشنوه و کلا از مغازه با شرمندگی میزنه بیرون. یعنی قیمت بالای همه اجناس توی مملکت ما داره بیداد میکنه. جدا از اینم تمام شهرها رو که ببینید، تمام منطقه هایی که توی تهران وجود داره، پرچم حزب الله و فلسطین همه جای شهر قرار گرفتن، از دانشگاه شریف، از دور میدان آزادی، از بازار، از حتی مناطق بالا شهر تهران. تمام اینجاها پر از پرچم. این واقعا نمیدونم بهشون چی میشه گفت، مؤدبانش اصلا نمیدونم چجوری بیانش کنم، ولی واقعا داریم دیوانه میشیم داخل این مملکت. و اینکه اصلا توی خیابون به وضوح مشخصه که هر دو جبهه با نفرت به هم خیره میشن. یه جنگی تو سکوت بینمون به وجود اومده که دریای خونی فاصله است، دریای خونی از خون پاک و مقدس هزاران جاویدنامی که از دست دادیم و هزاران هموطنی که طی این 48 سال به دست حکومت شیطان پرست و کثیف جمهوری اسلامی ایران کشته شد. ای کاش میشد زمانو به عقب برگردون، ولی هیچکس توانایی این کارو نداره. پس مردم خارج از ایران، واقعا الان اینجای صحبتم با مردمیه که خارج از ایرانن، خواهش میکنم، تمنا دارم لطفاً پشتیبان ما باشید، صدای هم‌میهنانمون که داخل زندان جمهوری اسلامی ان باشید. من برخی از دوستام داخل این زندان ها و واقعا ازشون خبر نداریم، حتی خانواده هاشون با مادرشون که صحبت میکنم جز گریه نمیتونن کاری انجام بدن. این کشتار و اقیانوس خونی که ریخته شده از فرزندانمون، دیگه لطفاً حمایتمون کنید که این ادامه پیدا نکنه. زنده نگه داشتن نام جاویدنام ها به کنار، ولی الان اونایی که تو زندان هستن واقعا به کمک ما احتیاج دارن. یعنی نمیدونیم واقعا ما اینجا چی کار کنیم، چون وقتی صدامون در میاد فوراً ما رو میبرن. الان داخل برنامه‌های ایرانی کلا داریم رصد میشیم، یعنی خیلی وقتا ممکنه نوکال رایدی بهمون زنگ بزنه و هیچ راهی برای همکاری با اونایی که مردم خارج از کشور هستن نداریم و نمیدونیم واقعا چی کار کنیم. خواستم صرفا همینا رو بگم.